درباره معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ایمان به آنها. ابو هریره رضی الله عنه می گوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ پیامبری در میان پیامبران نیست مگر اینکه الله به او آیات و نشانه های ارزانی داشته است و این نشانه ها باعث ایمان بشر گردیده است، ولی آنچه که به من ارزانی شده است وحی است که الله به سوی من فرستاده است. من امیدوارم که بیشترین پیروان را روز قیامت داشته باشم. صحیح المسلم کتاب ایمان باب 9.